امروز اومدیم یه کانتنت جدید به شما ارائه بدیم به اسم هر یه لول XP یه سایز بزرگتر میشیم. خب برای شروع که هممون میدونیم باید چوب بکنیم. بچه ها راستی یادم رفت بهتون بگم ما کلا همش الان 2 پیکسلیم و خب با همین 2 پیکسل باید شروع کنیم. خب کرفتینگمون هم که الان ساختیم 22 تا از این بیرچا داریم. الان میگید خب قبلشو تو 2 تا پیکسل نبودی. باید 2 تا پیکسل خودم 2 تا پیکسل شدم، میدونی؟ یعنی 2 تا پیکسل خودمو کردم. نه ولش کن. خلاصه چقدر خوبه میریم زیر این زیر میره. خب حالا ببین الان ما باید بریم XP جمع کنیم که یکم بزرگتر بشیم. البته اول از همه سایزمون رو باید اوکی کنیم. آقا یه زغال به من یه دسته زغال به من بدید. ای بچه ها زغال پیدا کردم، اما خب فال چه سختی خوردیم. فال نه آی یه لول هم هنو نشدیم، یعنی یه دونه لول هم هنو جمع نکردیم. اوه زغال داخلی. آجی چه باحال، داخلی یه بلاکی هم میتونم برم. زغال بکن تو رو خدا. XP یه لول باید بزرگتر بشیم. وایسید اسلش. اوکی آجی شدیم 2 بلاک. الان از 2 پیکسل شدیم 2 بلاک. خب با یه لول میشیم 2 بلاک. الان تو حالت عادی خودمون شدیم بعد از یه لول. 1000 تا سختی کشیدیم. اوکی یه چند تا یکم یه XP دیگه بده. یه بار دیگه XP بده. شدیم لول 2. وایسا بچه ها الان شدیم اندازه یه درخت. بچه ها شدیم اندازه یه درخت. فقط وایسا XP همون رو دست دادیم. دوباره ریست شدیم به سایز اولمون. قانونا من الان نباید از اینجا بتونم بپرم. یه لول بزرگتر میشیم. راستی بچه ها چون که سروایولمون تموم شده و دیگه سروایول نداریم، قراره یه 100 روز هاردکور نازی آباد داشته باشیم. حالا موندم توش که چیکارش کنم. اسب. الان میگید با اسب چی کار داری؟ من اسبم میکشم، تو رو هم میکشم. بزنش هر چی که XP داشته باشه رو من میکشم. بمیر گوسفند سیاه‌پوست. شدیم لول 2. بچه یه لول دیگه بزرگتر میشیم. بچه چون که دیگه داریم خیلی بزرگ میشیم، بیش از حدی داریم بزرگتر میشیم، هر 2 لول یه سایز باید بزرگتر بشیم. خدا وکیلی اینجوری دیگه خیلی بزرگ میشیم اگه همینجوری بخوایم پیش بریم. آقا هدف ما داخل این ویدیو چیه؟ و هدف ما اینه که یه خونه بسازیم. انقدر بزرگم باید حتما بیام نزدیک ماب تا بتونم بزنمش. داخل یه بلاک جام نمیشه حاجی. باید 4 بلاک ها. آره باید 4 بلاک بکنیم بریم پایین. یه لول دیگه بزرگتر شدیم. خدا کنه لول بعدی و دیگه بزرگ نشیم. چی بخشید حواسم نبود. یه لول دیگه بیایم بالاتر باید بشیم 14 بلاک. حالا وقتشه که یه درواز خودمون بسازیم. اما احساس میکنم این دره اصلا تأثیری نداشت. تختمون هم ساختیم. احساس میکنم تخت سایزمون نیست. حاجی خوابیدیم. اما چه باحال کلن سر و پامون میره تو دیوار. وایسا لعنتی رفتم تو دیوار. بچه
من الان حتی نمیتونم برم داخل غار، حتی نمیتونم این خوکرم حتی نمیتونم دیگه بزنم. برای زدن یه خوک باید بشینم. یه لول دیگه بزرگتر میشیم. اوه شت، نمیتونم برم داخل. مرغو نمیتونم بزنم بچه ها. مرغ اصلا دستم بهش نمیرسه. حتما باید یه گوسفند تو، برای مثلا یه گوسفندی که قدش یکم بزرگتر از یه مرغه، 2 بلاک قد داره، باید بشینم تا بتونم بزنمش. آجی نمیتونم برم زیر درخت ها. این درخت خیلی بلندن، من نمیتونم برم زیرشون. آقا هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که بشیم لول 10. لول 10 هم بزنم ویدیو تمامه. تو رو خدا بچه مجبور شدم سقف خونم و یه ردیف بیارم بالاتر تا بتونم داخلش راحت رد بشم. صبح دلانگیزمان رو با کندن درهایمان شروع میکنیم. اما الان میگم XP میخوام. XP هاتان رو به من بدهید. لول 8 دارم میام. لول 8 حاجی حالا باید بریم واسه یه لول بزرگتر. خاطر اینکه قدم خیلی بلنده آقا، زدن اینا واسه من اینه کشکی. زدن اینا ایزی. Slap but can also stroke. Going in the wind as an empty. آقا سایزمو میخوام به این اندازه بگیرم. نو. بریم ببینیم چند اندازه ای میشیم. همین. یعنی الان این تهشه دیگه. اما حاجی دیگه واقعا دستم به هیچی نمیرسه. لایک و ساب فراموش نشه دوستان. من دیگه رفتم. سلام.